ترانسجندر هست. روز 31 مارچ رئیس جمهور آمریکا به عنوان روز ترانسجندر نامید، گرچه ایستر هم بود، روز شوک‌گذاری بود که باعث شد خیلی از این مسیحیان عصبانی بشن سر این موضوع. آردی که سر این داستان LGBTQ عصبانی هستن. ولی خب از یه جهتی هم این بحث رو دوباره آورد رو که خب یه مقدار در مورد ترانسجندر صحبت کنیم. ما اینجا زیاد میشنویم. آره، گرچه ما یه مقدار شاید کلی‌تر صحبت کنیم، نه فقط در مورد ترانسجندر بودن. در مورد این صحبت میکنم که الان میخوام در مورد این صحبت کنم که فرق بین سکس و جندر چیه، چون تو فارسی ما میگیم جنسیت و خب تفاوتی بین دوتا کلمه قائل نمیشیم، در صورتی که این تو جوامع غرب، حتی تو بعضی کشورهای شرقی هم من میدونم تفاوتایی وجود داره، مثلا هند یا جای دیگه. میتونیم وارد جزئیاتش بشیم. کلا هدف اینه که ما میخوایم یه آشنایی بیشتری. من چون خودم هم مثلا خیلی سال نمیدونستم مثلا فرق اینا چیه، تفاوت چیه. اگه یه آشنایی بهتری داشته باشین از فرق این چیز، اصلا مفهوم چیه، چرا ما میگیم به این فرد میگیم مثلا فرض کن ترانسکشوال، چرا به این فرد میگیم مثلا هوموسکشوال، چرا به اون فرد میگیم دگر جنسگرا، هم جنسگرا، این اصلا فرقشون چیه و در نهایت این اکتسابیه، ژنتیکیه، آیا طرف تو این قضیه اختیاری داره نداره. ما اینا رو میخوام امروز بریم جلو ببینم چی به چیه. آره، یه مبحثی هم که خیلی باعث میشه که قاطی بشه این موضوع، اینه که تفاوت این کلمات رو، همین خیلی مهمه، بینشون فرق قائل نمیشن، واسه همین باعث گیجی میشه. حالا من در مورد سکس بخوام صحبت بکنم، سکس یه بحث بیولوژیکال، کروموزوم XX داریم و XY نشون میده که زن هستی یا مرد هستی، از لحاظ اینکه از لحاظ فیزیولوژیکی چه در واقع خصوصیاتی داره. این میشه سکس و ما در مورد سکس صحبت نمی‌کنیم. وقتی در مورد ترانسجندر صحبت می‌کنیم در مورد جندر صحبت می‌کنیم. جندر چیه؟ جندر یک ساختار اجتماعیه که در جامعه بیشتر معنی داره، نه در بحث بیولوژیکی. مثلا یه شخصی رفتار زنانه داره، یه شخصی رفتار مردانه داره، یه شخصی فقط رفتار مردانه داره. یه سری رول ها و نقش هایی داده میشه تو جامعه به یه سری ها، مثلا گفته میشه دختر یا پسر. حالا ما وقتی در مورد زن و مرد صحبت میکنیم، در موضوع سکس ما در مورد فیمیل و میل صحبت میکنیم. در موضوع جندر در مورد من و وومن صحبت میکنیم که این من و وومن در واقع نقش فرد در جامعه رو نشون میده، رفتاراشون رو یا حتی هویتشون رو بیشتر در موردش صحبت میکنه. پس این دوتا موضوع متفاوته، یکی بحث اجتماعی، یکی بحث بیولوژیکه. ما در مورد سکس الان نمیخوایم، یه اشاراتی میکنیم، صحبتایی میکنیم، ولی وقتی در مورد ترانسجندر صحبت میکنیم در مورد جندر داریم صحبت میکنیم. یه بحث دیگه هم هست، میگن آقا سیس جندر، ترانسجندر. سیس در زبان لاتین همون مخالف همون ترانس میشه. سیس جندر یعنی کسی که هویتش با اون سکسش، یعنی جندرش با سکسش همخوانی داره. اون رو میگن در واقع، مثال بزن، مثل این که مردی، مثل یه کسی که به صورت بیولوژیکی مرد بوده و در جامعه هم خودش رو به عنوان یک مرد شناسایی میکنه. مثل ما میشنیم در خودم. آره، مثلا ما سیس جندری. تو رو مشکوک نمیدونم ولی من میدونم. آره، من در مورد خودم اینو نگاه کنید. اینو نمیدونم ولی من میدونم. ولی این پس در مورد تفاوت‌ها. شما فرض کن اصلا با این داستان جندر هیچ آشناییت هم نداری، ولی تو جامعه دیدی یه سری افرادی هستن که طرف ممکنه خودش رو نیاد بگی یا بهش فکرم نکنه، ولی احساس کنی که مثلا 80% مرده، یه 20% حس زنانگی هم ازش میگیری یا خودش حس زنانگی نسبت به خودش داره. یه سری آدم‌ها هستن که خیلی فول مثلا مردن، میگن ما آلفا میلیم و فلان اینا، و اینو تو جامعهمون دیدیم قبلا. ما داریم در مورد اینا صحبت میکنیم که این بحث جامعه یک بحث دوتایی نیست، مرد و زن نیست. این یه طیفه که میتونه از مرد شروع بشه تا زن، ولی این وسط آدما یک جایی هویت خودشون رو شناسایی میکنن که میخوان با اون هویت خودشون با جامعه در ارتباط باشن. یعنی ما میتونیم اینجوری هم بگیم، ما در واقع بذار یه کلیت بگیم، ما یه هویت جنسی داریم که یه گرایش جنسی داریم و یک عمل جنسی داریم. این سه تا با هم دیگه متفاوتن، ما اینو باید بدونیم. عمل بیشتر منظور رفتار، عمل رفتار جنسی. الان اینا رو مثلا هویت جنسی، اون چیزی که اون شخص
خودشو در اون میدونه. یعنی اون فرض کن فرق نمیکنه الان مثلا من جنسیتم در واقع مرد هست زن، ولی حس میکنم در هویت خودم من یک مردم، پس هویت جنسی من اینه که من یک مردم. شاید من این هویت جنسی رو داشته باشم که نه من یک زنم، در واقع هویت جنسی میشه این میشه پس هویت جنسی، یا یک جایی در این طیف هست، یا جایی در این طیف. یعنی یه طیفی ما داریم از A تا B، یه طیفه، من یه جایی در این هویتم. حالا ما بحث میریم توی گرایش های جنسی. آره من یه پرانتزم باز کنم، وقتی ما در مورد هویت جنسی صحبت میکنیم، این هویت در طول زمان میتونه ثابت هم نباشه. یعنی یه فردی میتونه یه موقعی خیلی حس زنانگی داشته باشه، یه موقعی کمتر داشته باشه. این هویت میتونه یه ذره، چون میگم خیلی این مسئله بسیار گسترده است و خیلی روش حرف است. ما فقط داریم کلیاتی میگیم که هست. خب اگه بخواد بیشتر بدونی راجع به این قضیه، واقعا باید بیشتر مطالعه کنید. شاید ما بعداً تونستیم برنامه‌های بیشتری راجع به این قضیه درست کنیم ولی میخوام فقط کلیاتش رو بدونید که یه سری تفاوت‌ها هست. هویت جنسی، گرایش جنسی اونی هستش که کشش عاطفی که به یک فرد داری، اون کشش عاطفی که شما داری، علایقی که به یک فرد داری. مثلا من به عنوان یک مرد علاقه کششم به یک زنه، خب این گرایشه. من به عنوان یک مرد مثلا کششم به یک مرده. من میتونه کششم به هر دو طرف باشه، من میتونه به هیچ کدوم از این دو طرف کشش نداشته باشم. اینا متفاوته با هم دیگه. دقیقا من گاهی اوقات میبینم بعضی آدما هستن یه ذره گیجن سر این قضیه، میگن این طرف به صورت بیولوژیکی مرد به دنیا اومده، بعد رفته مثلا ترانسکشوال شد، مثلا عملیات جنسی انجام داده، مثلا شده زن، مثلا اینجوری میگن شده زن، بعد این رفته با یه زن ارتباط داره. آره. یا مثلا رفته با یه مرد، یعنی هم گی هست هم ترانس. این تفاوته، از این تفاوت این دوتا واژه میاد، هویت جنسی و گرایش جنسی. آره. این بعضی این دوتا رو با هم قاطی میکنن. آره. میگم گرایش هویت اون چیزی که تو خودتون میدونی، مثلا من یه مردم یه زنم، یا نه مثلا تمایل دارم به این ور تمایل دارم. ولی ما در مورد گرایش جنسی داریم صحبت میکنیم، کشش عاطفی هستش که این خیلی مهمه. حالا بحث رفتار جنسیه. رفتار جنسی اون عملی که هستش. حالا ما اینم رفتار جنسی میتونه، رفتار جنسی رو ما توی این تایپ قرار بدیم که رفتار جنسی میتونه توی مثلا نوع سکس باشه. خب حالا هر نوع سکس دهانی، حالا هر مدلی. ولی ما منظورمون اینجا در مورد رفتار جنسی این هستش که من خارج از این که گرایش جنسی داشته باشم، حالا یه هلیکوپتر عملا رد شد، خارج از این که هویت جنسی و گرایش جنسی من چی هستش، چه رفتار جنسی انجام میدم. مثال، من گرایش جنسیم در واقع به نفر همجنسگرا هستم، ولی بنا به دلایلی، فشاری که خانواده جامعه داره، اینا مجبور میشم ازدواج کنم با یک خانم. پس رفتار جنسی الان متفاوت شد. یعنی من برخلاف گرایش هویت جنسی خودم دارم یه رفتار جنسی دیگه انجام میدم، یا برعکسش، فرقی نمیکنه. یا مثلا رفتار جنسی اینه که من مردم، رفتار جنسی من با مرد است. خب پس اینا رو هم باید مد نظر، چون این رفتار جنسی این خیلی مسئله مهمی هست توی جامعه، مخصوصا واسه این گونه افرادی که تمایلات جنسی متفاوتی با اکثریت جامعه دارن که دیگر جنسگرا هستن. اینا میتونه به شدت براشون مشکل ساز بشه، به شدت میتونه. یعنی طرد میشن از خانواده، از دوستاشون خیلی جرئت نمیکنن بیان کنن، خیلی مجبورن با یه شخص دیگه ازدواج کنن و اینا مثلا تو جوامع بسته، مثال کشور خودمون یا کشورهای جهان سوم، مثلا حتی ما توی کشورهای پیشرفته مثل آمریکا هم داریم اینو توی بعضی مناطق میبینیم. فکر نکنید فقط غرب نه همه اوکی ان، نه این شکلی نیست. ما توی اینجا هم جامعه مذهبی داره که در واقع به این چیزا خیلی حساس است. آره و یه مقدارم حالا بحث گاهی اوقات ممکن مطرح بشه چرا این قضیه اینقدر جدیدن بولد شده و اینها، چرا اینو حرف دارن راجبش میزنن. من دیدم که میگم آقا چرا شما اینقدر راجب این قضیه دارن حرف میزنن، چرا مثلا فلان، حالا با یه حرفای زشتی هم که دارن میگن. اما بحث آگاهی، بدونیم که آقا این قضیه چی هست. یه بخشش هم به این برمیگرده که تو جوامعی که حالا آزاد باشن، وقتی ما میگیم جوامع آزاد، نوع نگاه من حداقل اینه که ما داریم در مورد جوامع لیبرال صحبت می‌کنیم. یعنی آزادی فردی، فارغ از اینکه جنسیت چی است، ایندیویدوالیتی، فردگرایی، آزادی فردی مهم میشه. وقتی این آزادی مهم میشه و شما حالا اگه اون بحث هرم مازلو رو هم بریم بالا، میرسه به این نقاطی که در واقع شما در مورد سلف اکچوالیزیشن و در مورد اینکه
بتونی تو جامعه خودت رو بروز بدی و اینها، رو این مباحث صحبت میشه. و حالا تو دنیا یه سری جوامع هستن که اون لول پایین هرم مازلو رو دیگه اوکی کردن، رفتن تو لول‌های بالاتر، واسه همین این مباحث بیشتر مطرح میشه. یه سری کشورهای هستن مثل حالا ایران که هنوز بحث خوراک و پوشاک و مسکنش هنوز مشکل هست و هنوز به اون نقطه نرسیدن که در ما هنوز رو چیزای اولیه تو ایران موندیم. ولی به این معنی نیست که این افراد وجود ندارن. به این معنی است که شما انقدر نیازت جدی‌تره که حقوق این افراد رو در نظر نمیگیری. یعنی به این نقطه رسیدی که میگه آقا من گرسنم، پوشاک ندارم، فلان ندارم، نمیخوای بشنوی که حالا یه فرد دیگه هم هست که گرایش جنسی داره. یا بنابراین اگر در یک زمانی یه چیزی بولد میشه و بحث میشه روش، به این خاطری که اون کشورهایی که توشون این بحثا میشه یک سری مباحث اولیه رو در اجتماعشون ساپورت کردن، حالا رسیدن دارن مباحث بالاتر تو اون هرمو میرن. حالا اینو چیز کنم، میخوام دارم با بحث این قضیه بریم روی توییت یا بگیم که به نظر تو این اکتسابیه یا اجباریه؟ صحبت کن. آره بگیم. خود همین یه اپیزود خود این بحث هستش که آقا من خودم واسم سوال بود، مثلا فردی که گی هست یا لزبیان هستش و اینا، این شخص به انتخاب خودش این کارو کرده یا نه توی ژنتیکش تاثیر داره؟ من حالا خیلی چیزا رو میخوندم، سعی میکردم مقالاتو بخونم و اینا که در خیلی‌ها بودن که میگفتن ربط داره، خیلی‌ها بودن که میگفتن ربط نداره. یعنی من نوعی هنوز نفهمیدم به قطع این توی ژنتیک ربط داره یا نداره. ولی من چیز جالبی هم که میدیدم، افرادی که خودشون هموسکسوال بودن یا خودشون توی این جامعه LGBT بودن، خودشون هم به دو دسته تقسیم شده بودن. یه عدهشون میگفتن ربط داره، یه عدهشون میگفتن نه ربطی نداره، انتخاب منه، اصلا ربطی نداره. بعد واسه هر کدومشون هم شما نگاه میکنید میبینید مدارکی هست واسه هر دوتا. یعنی بوده فردی که از بچگی به دنیا اومده همون حس چیزو داشته، با حس جنس مخالف رو از بچگی، یعنی بعد هستم حساب میگه آقا من از بچگی اینو داشتم. تو جامعه‌ای هم که بودم، چون این مسئله رو معمولا میگن که هم ارتباط به اجتماع داره، هم ارتباط به محیط داره، ارتباط ژنتیکی. یعنی میان میگن که فقط یه دونه عامل نیست، دلایل مختلف هستش. اکثر در واقع محققین میگن آقا این دلایل روانشناختی هم روانشناختی هم مختلف، نمیشه گذاشت روی دلیل. چون ما ژنی هم حالا مطالعاتی روی دوقلوها انجام شده بود، مطالعات خیلی زیادی هم انجام شد، هنوز فکر نمی‌کنم ژن خاصی رو بخوان چیز کنن، چون ژن هم این شکلی نیستش که بگیم یک ژن. ژنا با هم دیگه همکاری میکنن، طیف گسترده از ژنا با هم دیگه رفتاری رو انجام میدن که در واقع یک کدی رو می‌نویسن که در واقع اون میاد رفتار ماها رو داره چیز میکنه. این یه بحث خیلی پیچیده است، ولی در کل مجموع این بودش که میشه مثل این که هم عوامل ژنتیکی باشه و هم عوامل محیطی باشه. باز هم اینم حتی حالت طیفی داره. توی بعضی از افراد توی محیط‌های بوده که اصلا توی این قضیه نبودن، یک شخصی تمایل جنسی متفاوتی داشته، توی محیط‌های هم بودن که در واقع بوده که بیشتر بوده ولی شخص روی نیاورده. یعنی نمیتونیم ما مدرک بیاریم این کدومشون دلیل قطعی این یکی هستش، کدومشون عامل اون یکی هست. ولی میشه به این نتیجه رسید که این بحث یه بحث سیاسفید نیست، یه بحث اصلا بحث سیاسفید نیست. من تهش به این نتیجه رسیدم، چون اونایی که حتی خودشون هموسکسوال بودن یا خودشون تو جامعه LGBT بودن که به دو دسته تقسیم شده بودن، خودشون میگفتن به این شکل بودن. بعضی اونایی که اعتقاد به داشتن ژنتیکی میخواستن بگن آقا این ژنتیکی دست من نیستش، چرا دارید منو چیز میکنید؟ بعد ولی اون سمتی ها میگفتن که چرا میگی ژنتیکیه؟ آقا تو اصلا ژنتیکی نیست، تو انتخاب من اینه این شکلی زندگی کنم، مگه به کسی آسیب میرسونم؟ ولی من میان دو دسته رو نگاه، من دست مخالف اصلا دیگه کاری ندارم. کسایی که میگن نه اصلا این چرت و پرته، اینا اصلا به قول معروف گناه دارن میکنن، اینا رو باید من اصلا با اون سری کاری ندارم. من این وری دارم میبینم، میگم هر کدوم این دو دسته که باشه، چه ژنتیکی باشه چه انتخابی باشه، اگه آسیبی نمیرسونه، اگه مشکلی واسه دیگران ایجاد نمیکنه، خب باشه، به من نوعی چه ربطی داره؟ من چرا بخوام باش دشمنی کنم؟ من چرا بخوام بیام مثلا دهنش رو سرویس کنم؟ اینجاست که دو تا دسته دیگه که بهش اشاره نکردیم میان جلو. میگم دسته‌های مختلف یه دسته این هستن که کاملا با این قضیه اوکی ان و آزادی افراد LGBTQ رو کامل به رسمیت میشناسن، ولی دوست ندارن که در واقع مجبور بشن از ناحیه دولت که یک سری قوانینی طرح بشه که اگر تو یک فردی رو که مثلا حالا در انگلیسی چون هی و شی داریم، تو فارسی که نداریم خیلی راحت تره، ولی تو انگلیسی هی و شی داریم، اگر یک کسی که خودش رو زن میدونه هی خطاب کنی، مثلا دولت یه جریمه ای برات بده. و اینجا
این افراد میگن آقا ما با ترانسکشوال و LGBT و اینا مشکل نداریم، ما با این مشکل داریم که یک قوانینی از طریق دولت بیاد در لوای آزادی و برابری جنسی و برابری جنسیتی و تنوع جنسیتی، تنوع کالچر، در لوای این بیایم آزادی رو زیر سوال بذاریم با گذاشتن قوانین محکم که تو باید این شکلی رفتار کنی و این شکلی بگی. اینا بحثشون اینه و دسته که در واقع دسته‌ای هستن که حکومت‌هایی هستن که این قوانین رو میذارن و اونا نگاهشون اینه که میگن آقا ما توی جامعه‌ای هستیم که این اقلیت‌ها تنها کسی که میتونه ازشون حمایت بکنه یک دولته و دولت وظیفش اینه که بتونه حمایت بکنه از اقلیت‌ها که نابود نشن و بیاد این قوانین رو یا این پوش رو انجام بده و وضع بکنه که جامعه خودش رو بکشه بالا و بتونه بفهمه که آقا این اقلیت هم حقوقی دارن. اینا همشون آرگومنت های خوبی دارن و حقیقت احتمالاً یه چیزی این وسط هست خب و نمیشه گفت که هر کدومشون یه پوینتی دارن. بحث من اینه هر کدومشون یه نکته‌ای دارن که ما اتفاقاً تو این بحث میگم و یه نکته دیگه هم که بود این بودش که چون قبلا این در واقع این دسته ها رو توی بحث بیماری روانی اصلا گذاشته بودن و چقدر ما دیدیم که حتی توی برمیگردیم به گذشته، ما حتی ژنتیکی هم می‌خواستن مثلا بررسی کنه آلمان نازی چه بلاهایی سر در واقع این دسته از آدم آورد. خیلی از مخالفین میگن آقا اصلا نگید ژنتیکی، چون اگه ژنتیکی باشه توی افرادی هستن این شکلی میگن آقا اینا ژنتیکی ایراد دارن پس باید اصلا قطعا نسلشون منقرض بشه و اصلا ما نذاریم اینا به قول من ادامه پیدا کنن. میگم یه بحث خیلی گسترده هستش ولی ما دیدیم که از سال دهه 90 بود اگه 70 یا 90 بود اگه اشتباه نکنم توی آمریکا شروع شد، اومدن از دسته بیماری روانی خارجش کردن و بهش چیز دادن، گفتن این اصلا بحث روانی نیست، این دیگه یه چیز کاملا عادی هستش و هست وجود داره طبیعیه. وقتی هم میایم طبیعیشو در نظر میگیریم در طول تاریخ هم داریم میبینیم که ما حتی تو حیوانات هم داریم. هیراد جالب اینم بدونی که ما این بحث رو توی حیوانات هم به شکل مختلف داریم. ما تو گاو داریم خب همجنسگرایی رو داریم که مثلا یه ماده میپره روی ماده دیگه هست. ما اینم تو حیوانات داریم. پس یه جایی هم برمیگردن بعضی مثلا محققین میگن که یه بحث طبیعی هست که توی بعضی از حیوانات مثلا بعضی از پستاندارا اینا رو ما داریم، توی بابونها داریم، توی فلان داریم، توی انسان هم هست. پس میتونیم کاملا طبیعی باشه، ما نمیتونیم بخوایم چیز کنیم. ولی خب این خیلی متفاوت هستش با اون دسته از کسایی که حالت روانی طور دارن. مثلا ما بخوایم ببریمش توی بحث‌های دیگه که ما میگیم آقا مثلا پدوفیلی، این یه کاملا مبحث کاملا متفاوتی هستش که ما حالا بعداً چیز میکنیم. حالا میریم توی این بحث. آره اونم حالا داستانی داستان آره اونم خیلی پدوفیلیا بیماری هست که جرم شناسی شده. نیا آره. جرم شناسی که البته حالا بحث جرم شناسیش کسی که پدوفیلی هست تا اونجا محکوم نیست چون بیماره، درسته؟ ولی وقتی یک حرکتی انجام میده، رفتارش رو انجام میده، اون موقع است که دستگیر میشه و جرم انگاری میشه. و حالا بحث چیه؟ بحث اینه که تعداد زیادی هستن پدوفیلی هستن و جامعه نمیشناستشون، واسه همین نمیتونه کمک کنه. پدوفیل هم این چیز داره، واقعا داستان داره. وقتی میری توی بحث پدوفیلی میبینی که خود این افرادی که الان حالت بیماری پدوفیلی دارن که حتی نمیتونن خودشونو کنترل کنن، خودشون قبلا مورد تجاوز مثلا قرار گرفتن. آره حالا دلایل متفاوتی ولی میخوام بگم که مثلا یک چیز سیاه‌سفید نیست، یه چیزیه که بحث‌های علمی داره، بحث‌های اجتماعی داره، باید در واقع تمامی اینها رو دید و روی همش یه صحبت بکنم و همیشه این حقیقت یه چیزی اون بین این ماجراست و ما نه اینوری میخوایم بریم نه اونوری میخوایم بریم، میخوایم اون چیزایی که به نظر خودمون قابل منطقی میاد رو روش بحث میکنیم. مغزمون ما به عنوان یک آدم نباید بسته باشه، ما باید راجع به هر چیزی شک کنیم، سوال کنیم، انتقاد کنیم، بفهمیم که چی بشه، چون اینا باعث میشه که توی رفتارهامون خیلی بهتر توی جامعه‌ای که میخوام توی زندگی کنیم خیلی میتونه کمک کنه توی جامعه، توی رفتار بهتر توی جامعه. چون بالاخره شما هر کاری بکنی افراد توی جامعه هستن. مثل آقای احمدی‌نژاد نباشه که بگه ما تو ایران اصلا نداریم، ما هست، مگه میشه نداریم؟ من خودم خیلی رو میشناسم، دیدم و میبینیم توی جامعه، تو همه جوامع هستش و نمیشه ایگنور کرد، بذاریش کنار، بگی نه وجود ندارم و بخوای رفتار خیلی بدی باشون داشته باشی. ما بهتره راجع بهشون اطلاعات بیشتری کسب کنیم، بفهمیم چی به چیه، اون وقت میتونیم واقعا اونا هم خیلی هاشون میبینی که اصلا حالا بحث فقط تمایل جنسیشون با ما متفاوت هستش، در صورتی که خیلیشون از ما انسان‌ترن.
طرف حتی مثلا فرض کن یه فرد مذهبیه، من یه دوست داشتم فوق العاده آدم مذهبی بود ولی خب تمایل جنسی در واقع چیز داشت، هم جنسگرا بود، خب همیشه هم با خودش درگیر بود، میگفت آقا من تو دینم این گناهه ولی من خب تمایل اینو دارم، میرفت پیش روانشناس که اینو درمانش کنه. یعنی یه ترسی هم بود که بعضی از اسم بیماری یادم رفت که ترس اینو دارن که مثلا فرض کن چیز هستن، همجنسگرا هستن و این نمیخوام باشن، میرم پیش دکتر که درمان کنه. جندر دیسفوریا. آره جندر دیسفوریا هست، نمیدونم اسمش چی، یادم رفته، که میرم پیش روانشناس میگه آقا میگه هست هر چی هم درمان میکنه حتی فایده ای نداره ها، یعنی سعی میکنه فرار کنه از این قضیه. پس این نمیتونه یه حالت اینی باشه که بگه آقا طرف خودش داره میدونه که چیزی میخواد بره درمان کنه خودشو، پس این بنده خدا نمیتونه بگه چه گناهی کرده. ولی در کل در نهایت یک انسان حق داره که به بهترین وجهی که میتونه زندگی بکنه، اگه آسیب به کسی نمیرسونه. من میگم چه ژنتیکی باشه چه انتخابی باشه، طرف اون چیزی رو که دوست داره زندگی کنه رو بذار زندگی کنه. دقیقاً. و این که مثلا ما قضاوتی داشته باشیم در موردش، حالا به خاطر اینکه مثلا درصدی کمی یک اتفاق داره میفته ما بگیم نه این طبیعی نیست یا چیزی، این در واقع یک نوع قضاوتیه که جامعه متاسفانه در طول تاریخ جوامع قضاوت داشتن دیگه. اصلا کلا مباحث سنتی و سنت و اینا از قضاوت و این چیزا میاد دیگه، یه شکل خاصی باید باشه، اون نه این نه. بحث اینه آدمایی که به دنیا اومدن بتونن به اون چیزی که میخوان برسن، اگر آسیب به کسی نمیرسونن بتونن زندگی خودشون انجام بدن و قضاوت هم نشن. بعد یه چیز جالب فرنگی هم هست، ما داریم توی یه سری جوامع داریم، مثلا توی فکر کنم افریقا بود اگه اشتباه نکنم، مثلا اون فرض کن کلونی اون روستا تمام رفتاراشون همجنسگرایانه بود، فقط واسه یه تولید مثل با جنس مخالف میخوابیدن فقط. یعنی ما یه چیز هم داریم که میتونه حتی بحث فرهنگی و تو اون جامعه هم باشه. ما الان چیزی که الان داریم میبینیم اینه که اکثریت جامعه مثلا 90 خورده درصد جامعه دو جنسگرا هستن، اون یه تیکه‌ای که این گوشه هستن واسه ما خیلی سخت میشه، سخته واسه این غیر طبیعی. خب ما نمیتونیم بگیم خب در روند تکاملی اون ماها بهتر تونستیم چیز کنیم و بیشتر هستیم، خب حالا اونا کمتر، ولی باز نمیشه ایگنور کرد، نمیتونیم بگیم اونا نیستن، هستن. حالا یه سری ممکنه بگن جدیدن زیاد شدن اینا، به همون جوری که گفتی بحث انتخابی هم میتونه باشه. ما آره میتونه انتخابی هم باشه. دولت‌ها یه سری دولت‌های مثلا تو آمریکا و کشورهای مثلا اروپایی اینا اومدن یه سری سازوکارهایی گذاشتن که بهش میگن جندر افرمینگ کیر. خب که شما اگر احساس میکنی یعنی مرد به دنیا اومدی ولی احساس میکنی زنی، مثلا بتونی بری جراحی انجام بدی، حتی یه سری پیوبرتی بلاکر مثلا میتونی تو سن کم استفاده بکنی که برای اینکه باعث بشه اون دارو اصلا به سن، مثلا اگه مردی به سن بلوغ نرسی که بتونی راحت تر ترانزیشن بکنه به جنس مخالف. و مسئله اینجاست که یه سری دولت‌ها چون اومدن این، حالا فارغ از این بحث که اصلا این آیا درست است از سن بچگی این اتفاق بیفته، اینا بحث‌های روزیه که تو دنیا داره انجام میشه، ولی بحث اینه که اگر دولتی داره این جندر افرمینگ کیر رو انجام میده برای کسایی که فقط احساس میکنن جنسیتشون با سکسشون یکی نیست، به نظر باید این کار رو برای همه انجام بده، چون یه سری آدما هستن که مجذوب یه همچین چیزی میشن در سن کودکی. بچه‌ها فازهای مختلفی رو طی میکنن، مثلا یکی میبینه مثلا فازش اینه که میخواد مثلا خواننده بشه، همش مثلا ادای خواننده ها رو در میاره، هیچ وقت موسیقی کار نمیکنه فقط اداشو در میاره. فازهای مختلفی رو طی میکنن و این افراد ممکنه مجذوب یه همچین کالچری بشن و خب برن بعدم نیستا. ولی مسئلهش اینه که وقتی یه حکومتی این رو چیز میکنه که نه باید به این اهمیت بدین و اگر این کارو نکنید جریمه میشید و این اتفاقات، اینه که در واقع یه جامعه رو میتونه اصلا بپاشه. یعنی وجود یک زوری در یک جامعه ای که بگه آقا این کار درسته. خب و این یه سری خانواده ها هستن که شاید احساس کنن آقا بچهشون واقعا فازشو گرفته و واقعا این مسئله رو نداره و این داستان روز هست که خیلی آدم باش. حالا مثلا میگم توی چیز من یکی از دوستان میگفتش که من میترسم اینجا بچم به دنیا بیاد توی کانادا، گفتم چرا؟ گفت میترسم گی بشه. میگم یعنی واقعا توی این چیزا هم داریم ما. آره ولی خب
میگم حالا تاثیرات محیطی هم میتونه تاثیر داشته باشه. یه تحقیق توی روسیه اگه اشتباه نکنم انجام شده بودیش که یه بچه‌ای رو فرستاده بودن توی یه قسمتی که فقط به اینا آموزش داده بودن که در واقع چیز طبیعی اینه که شما با جنس موافق خودتون در واقع چیز داشته باشید، یعنی اگه پسرید فقط با پسر. اینو بهشون تا یه تایمی آموزش داده بودن تو سن پایین. بعدن که اومده بودن ازش سوال پرسیده بودن، دیده بودن که بیشتر حرفی که زده بودن تمایل، یعنی عشقی رو که میشناختن تمایل به جنس موافقشون بود. یعنی چون ما از بچگی مثلا بچه‌ها تو سن 8 تا سن 8 سالگی میگه مغزشون هر آن چیزی رو که میگیره عین چیز دریافت میکنه و خیلی روی روند بعدش هم مهمه. این تا 8 سالگی شما هر چیزی رو یاد گرفتی معمولا دیگه تا آخر عمرت روی همون ذهنیت میمونی. معمولا حالا توی خانواده فرض کن مذهبی باشی معمولا توی همون مذهبت میمونی، توی خانواده فرض کن هر چیزی باشی اون 8 سال اول خیلی مهمه. و به خاطر همین خیلی چیز میگن نباید توی تا 8 سال اول اصلا راجع به این قضیه صحبت بشه. نباید صحبت بدی، نباید بهش سو بدی، نباید به اون بچه شما یه سو بدی. از لحاظ همه چی ها میگن شما از چه از لحاظ مذهبی، چه از لحاظ جنسیتی، چه از لحاظ هر چیزی تا 8 سالگی نباید معمولا صحبتی راجع به این قضیه بشه. دیگه از 8 سالگی به بالا کم کم یواش یواش با روش‌های مناسب باید این چیزا رو اینا هم هست، گرچه حالا این موارد هم خیلی هاش آزمایشیه، چون آره آزمایشیه. مثلا الان من میدونم مثلا کسی که مادر باشه تو بیمارستان بچه به دنیا بیاره اینجا اسمش رو نمیزنن مادر، یعنی میزنن birthing person. آره. یعنی کسی که بچه رو به دنیا آورده، به خاطر اینکه به جنسیتش اشاره نشه. آره مجموعه از این چیزا در واقع چون آزمایشی هم داره میره جلو ما هیچ کدوم نمیدونیم. ولی چیزی که من میتونم بگم اینه که اگه کسی که به سن بلوغ رسید و تصمیم داشت که به شکل خاصی زندگی بکنه، باید زندگی وقتی به کسی داره آسیب نمیرسونه. من نمیدونم بقیه چرا اینقدر قضاوت میکنن بس.